یکی از سوالات اقتصاد کنکور دیماه از مبحث مالیات ها بود. در این سوال با توجه به جدول قسمت الف مجموع مالیات مستقیم و به مالیات غیر مستقیم رو باید به دست بیاریم. مالیات ها به دو دسته تقسیم میشن، یا مستقیم هستن که مالیات بر درآمد و دارایی رو شامل میشه. پس از جدول ردیف دوم و ردیف سوم رو با هم جمع بزنیم قسمت الف به دست میاد. مالیات بر دارایی هست 240، مالیات بر درآمد هست 1/50 240 که میشه 48. پس 240 به اضافه 48 میشه 288. و قسمت بعدی مالیات های غیر مستقیم هست عوارض گمرکی، مالیات بر مصرف و مالیات بر ارزش افزوده که بهش میگن VAT. در این قسمت باید ردیف اول، ردیف چهارم و پنجم رو با همدیگه جمع بزنیم. تعرفه های گمرکی 180 میلیون، عوارض خودرو 35 میلیون و مالیات شکر میشه 15 میلیون که اگر جمع بزنیم مالیات غیر مستقیم مجموعش میشه 230 میلیون تومان.